آیا افغانستان مال ایران بوده؟ این جمله رو فراوان شنیده ایم که افغانستان در درازای تاریخ همواره بخشی از ایران بوده. ولی منظور از ایران چیه؟ اگر منظور از ایران این گربه و جغرافیای امروزی این سرزمینه، باید گفت خیر، همه افغانستان بخشی از این جغرافیا نبوده و تنها شهر هرات بوده که تا 150 سال پیش بخشی از ایران امروزی بوده که در پیمان پاریس در زمان ناصرالدین شاه قاجار به دست انگلستان از ایران جدا و پیوسته افغانستان میشه. اما افغانستان کنونی یا همون خراسان تا دوره نادرشاه افشار بخشی از ایران زمین یا ایران بزرگ بوده که خود ایران امروزی هم بخشی از همون ایران بزرگه و در واقع سرزمینی بوده به نام ایران بزرگ که ایران کنونی و افغانستان هر دو بخش‌هایی از اون سرزمین بودند و سرزمین امروزی ما میراثدار نام اون ایران بزرگه و همین همانندی نام باعث شده ما امروزه احساس خودمادرپنداری بهمون دست بده و گمان کنیم همه سرزمین‌هایی که در گذشته بخشی از ایران بزرگ بودند مال ما هستند، در حالی که این نگاه درست نیست و کسی مال کس دیگر نبوده، بلکه همه ما بخش‌هایی از یک پیکره واحد بودیم که مرزی میان ما نبوده. در درازای تاریخ گاهی پایتخت و مرکز فرمانروایی‌ها در ایران کنونی بوده و دیگر سرزمین‌های ایران بزرگ وابسته به این منطقه بودند و گاهی پایتخت و مرکز فرمانروایی‌ها در جغرافیای افغانستان امروزی بوده و سرزمین‌های ایران امروزی وابسته به اون منطقه بودند. پس اگر این نگاه از بالا به پایین و خودمادرپندارانه رو کنار بگذاریم و بی تعصب به تاریخ نگاه کنیم، نه افغانستان مال ایران بوده و نه ایران مال افغانستان بوده، بلکه ما در درازای تاریخ یکی بودیم و مرزی میان ما نبوده و به امید خدا باز هم زیر درفش و نام ایران بزرگ یکی خواهیم شد. هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سر پل بزنید، مشتی از خاک بخارا و گل از نیشابور، با هم آرید و به مخروبه کابل بزنید. من از دورترین نقطه ایران آمدم، از قله‌های هندوکش، ما درختان سرو یک باغیم، یا دوتا گل که در دو گلدان است. ما دوتا شعبه های یک رودیم، ما دوتا را دو جسم و یک جان. تکه ها را دوباره وصله بزن، هر دو اقلیم یک خراسان است.